وحدت ملی همگونی نیحول بوروار است که با گذشت زمان ریشه‌هایش عمیق‌تر و مستحکم‌تر و میوه شیرین‌تر و سربرتر می‌گردد. اگر امروز ما تاجیکان همچون ملت وحدت آفر و سازنده و تشبثگری بزرگترین طرح‌های بین‌المللی اعتراف می‌گردیم و برای خوشبختی بشریت تلاش می‌ورزیم، هم از برکت وحدت ملی و ثمره این نیحول همیشه سبز می‌باشد. به مناسبت جشن وحدت ملی در باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی برنامه فرهنگی آماده نموده اهل هنر و صنعت ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت برگزار گردید. در آغاز چوربینی رئیس ناحیه اسماعیلی سامانی تمام اشتراکچیان و ساکنان ناحیه را به مناسبت فرارسی این جشن مقدس شادباش گفت. قید گردید که وحدت ملی در تاریخ ملت از ارزش برابر به ارزش استقلالیت دولتی برخوردار است و حتی فراتر از آن، زیرا پایدیوار و تحکیم استقلالیت محض بستگی به وحدت و همدلی ملت دارد. این همه آزادی ها، این همه نعمت هایی که برای ما عطا شده است، برای ما جوانان، و ما از تاریخ گذشته ها یاد داریم که چقدر جانثاری ها، چقدر کوشش و زحمت به واسطه رهبر دولتمان محترم امام علی رحمان بود که امروز ما با این وحدت و با این صلح و ثبات نائل گشتیم. در ادامه برنامه فرهنگی و فراغتی اهل هنر و صنعت ناحیه اسماعیلی سامانی تحت عنوان نوای وحدت پیشنهاد ساکنان گردید. باید گفت که وحدت برای ما یک واژه یا کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیر ما، شرط پیشرفت کشورمان به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمی و خوشبختی امروز و آینده خلقمان است. با دست آمدن وحدت ملی در پیشرفت و ترقیات تاجیکستان دوره تماما نو را آغاز کرد. اصلاحات جدی اقتصادی که دولت و حکومت در دوره استقلالیت ملی تاجیکستان پیش گرفتند، محض در وضعیت صلح و آسایش و فضای همدیگر فهمی خلق تاجیک جامعه عمل پوشیدند. خلق، دولت و حکومت تاجیکستان با استفاده از وحدت ملی سعی و تلاش نموده در دوام 30 سال استقلالیت ملی مملکت به وحدت سیاسی، وحدت معنوی، وحدت اقتصادی، خلاص به یک پارچگی وطنی عزیز خود موفق گردید. به دست آوردن آشتی ملی و رضایت همه طبقه های مردمی مملکت بار دیگر ثابت نمود که راه پیشگرفته سرور خردمند، معمار کاخ وحدت ملی و خلق بردباری ما درست و بی بازگشت است. در برابر به دست آوردن وحدت ملی و صلح و آسایشتگی، بالاروی نیکوحوالی خلق و کامیابی‌های مهنتی در همه روندهای اقتصادی و فرهنگی، موقع دولت ما در مقیاس بین الخلقی خیلی مستحکم گردیده است. اعتراف سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان از جانب مملکت‌های جهانی معاصر، دستگیری تشبث‌های بین الخلقی مملکت ما و طرف افزودن حجم اینوستیسی‌های بیرونی به اقتصادیات کشور باز یک دلیل روشن این گفته‌ها میباشد.